طبیبان از محل حمله به یک پایگاه نظامی در شهر پشاور پاکستان قربانیان این هجوم و مجروحان را میبرند. ارتش پاکستان گفت جنگجویان طالب به داخل یک مسجد در پایگاه نظامی هجوم کردند و 16 نفر را کشتند. بعدی حمله طالبان درگیری شدید میان جنگجویان و سربازان صورت گرفته است و در جریان آن 3 پاسبان پایگاه، یک کاپیتان ارتش و 13 طالب کشته شدند. پناهجویان و مهاجران بعدی ورود از صربستان به قلمرو خارواتیا، یک عضو اتحادیه اروپا، در ایستگاه راه آهن تاورنیک نشیمن گرفتند. بعد از آنکه مجارستان مرزهایش را با صربستان بست، پناهجویان و مهاجران راه خارواتیا را پیش گرفتند و در ظرف 2 روز 14,000 نفر به این کشور وارد شدند. حکومت خارواتیا میگوید قدرت قبول سیل مهاجران را ندارد و اجازه میدهد تا آنها به اسلوونیا و مجارستان بروند که در حوزه کشورهای یورو هستند و حرکت در داخل آنها بی‌روادید و آزاد است. خارواتیا تاکنون 7 گذرگاه مرزی با صربستان را بسته است. حامیان حقوق بشر در شهر تیفلیس در پایتخت گرجستان در نزد بینای دادستان کل جمع آمدند و تحقیق قضیه پرسر و صدای خودکشی یک زن را طلب کردند. خانم جیرانوی 30 ساله خود را بعد از آن کشت که خویشاوندان شوهرش او را زناکار نامیده در پیش چشم کودکان و مردم دیگه لت و کوب کردند. حامیان حقوق میگویند در این زمینه هیچ پرونده باز نشده است. زورآوری نسبت به زن در خانواده در گرجستان در سالهای اخیر افزوده است و از این رو حرکت‌های دفاع از حقوق زنان هم در کشور بیشتر شدند.